سلام جان. سلام متین جان، چی حال داری؟ امروز در شرکت نبودی؟ خیرت خوب باشه؟ بله امید جان، امروز یک کم کار داشتم. خیر و خیرتیز برادر. چی گپا بود در شرکت؟ امروز یک چند تا تجار آماده بودن، میخواستن در مورد پروژه حرف بزنن. باز خودت نبودی، به هفته دیگه قرار ماندم کدشان. بسیار کار خوب کردی امید جان. پس یک کار کن، شب بیا همینجا در موردش گپ میزنیم. درست است متین جان، تا بعدا. بیادر در این هوا سردتان نمیشه این کارو میکنی؟ بیادر مجبور هستم چیکار کنم خیلی. چرا دیگه کار پیدا نمیکنی برای خودت؟ فکر میکنی از شوقی کارا میکنم؟ من خودم یک وقت معلم بودم، کار نیست چیکار کنم خیلی. فراد جان بسیار یخ مصابه خانم. درست است بچه. میشه که برسانمتان تا خانهتان؟ تشکر کاکا جان. بفرمایید. خوش آمدید. نام چی است بچه؟ نام الیاس. الیاس است. درس میخونی بچه؟ نه کاکا جان پدرم پول نداره، نمیتونم درس بخوانم. بیادر شما اینجا سردتان نمیشه؟ چرا سردم میشه؟ از این سردی یک خاطر بسیار بدی هم دارم. پارسال همسرم از دست دادم به خاطر این سردی. خداوند رحمتش کنه. کل چیز درست میشه. این کارت ما بگی؟ بس فردا بیا پیشم برات کار میکنم. درست است، تشکر. درست است، پس ما میرم دیگه. الیاس جان خداحافظ. 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 خداحافظ، تشکر. خوش آمدید. سلام سلام متین جان. خوش آمدی برادر. صحت خوب؟ شکر. بفرمایید. چی گپاست دیگه امید جان؟ سلامتی خیر جلسی. خیرت قربان. سلام. امروز همه چی خوب بود در شرکت امید جان؟ تشکر سلام. عزیزم. همه چی خوب بود. امروز فقط چند تا تجار آماده بودن در مورد یک پروژه گپ میزدن. نگفتی امید جان کدام پروژه؟ همون پروژه که روش کار میکردیم. امید جان خودت که میفهمی این پروژه بسیار مهم است. این پروژه را دست نباید بدیم. و خودت هم در جریان هستی که اقتصاد شرکت ما بسیار ضعیف شده. 1.2 میلیون سرمایه ما شده. درست است. بفرمایید نان تیار است. عزیزم این چی غذا است که درست کردی؟ ببخشید من امروز حالم خوب نبودم این تیار کنم. ببخشید امید جان دیگه. نه کاکا جان پدرم پول نداره، نمیتونم درس بخوانم. بیادر شما اینجا سردتان نمیشه؟ چرا سردم میشه؟ از این سردی یک خاطر بسیار بدی هم دارم. پارسال همسرم از دست دادم به خاطر این سردی. میفهمی متین جان، عمل خیلی کسا هست که نان خوردن خدا ندارن. ما باید همیشه شکرگزار باشیم. شما درست میگن امید جان. ما باید به همه چی شکرگزار باشیم. بفرمایید امید جان، نوش جان کنیم.